گربه رفتگر و کیف گم شده. در شهری کوچک و شلوغ، گربه‌ای به نام خاکی زندگی می‌کرد. او یک گربه رفتگر بود که هر روز با دقت خیابان‌ها را تمیز می‌کرد. مردم شهر دوستش داشتند، چون همیشه گوش و کنار را مرتب می‌کرد و با مهربانی به همه لبخند می‌زد. یک روز که خاکی مشغول جارو زدن کوچه‌ای خلوت بود، ناگهان چشمش به یک کیف پول بزرگ افتاد که گوشه‌ای افتاده بود. با کنجکاوی جلو رفت، کیف را با پنجه‌هایش باز کرد و داخلش را نگاه کرد. پر از پول بود، اما چیزی که بیشتر توجهش را جلب کرد، یک برگه کاغذ بود که رویش نوشته شده بود: تمام دارایی‌ام بعد از فروش خانه. چشمان خاکی گرد شد. این یعنی صاحب کیف تمام پولش را همینجا گم کرده بود. او می‌دانست که باید هر طور شده صاحب کیف را پیدا کند. خاکی شروع به جستجو کرد. اول به مغازه‌های اطراف سر زد و از آدم‌ها پرسید: کسی رو دیدین که دنبال کیف پولش بگرده؟ اما هیچ کس چیزی نمی‌دانست. او ناامید نشد. به پارک، بازار و حتی ایستگاه اتوبوس رفت، اما هنوز خبری از صاحب کیف نبود. تا اینکه به یک روزنامه که روی نیمکت افتاده بود برخورد کرد. روی صفحه اولش خبری چاپ شده بود: مردی که خانه اش را فروخته بود در بیمارستان بستری شد. خاکی سریع آدرس بیمارستان را پیدا کرد و به آنجا رفت. وقتی به بخش بیماران رسید، پرستارها با تعجب به گربه‌ای که کیف پولی در دهان داشت نگاه کردند. خاکی با زحمت وارد اتاق بیمار شد. مردی روی تخت افتاده بود و با نگرانی به سقف خیره شده بود. خاکی آرام کیف را روی تخت گذاشت. مرد چشمانش را باز کرد، کیف را دید، آن را برداشت و وقتی داخلش را نگاه کرد، اشک در چشمانش حلقه زد. این کیف منه. او با خوشحالی خاکی را نوازش کرد و گفت: نمیدونم چطور از او تشکر کنم. تو زندگیم رو نجات دادی. از آن روز به بعد داستان گربه رفتگری که امانتدار بود در تمام شهر پیچید. مردم بیشتر از قبل به او احترام می‌گذاشتند و همیشه به او غذا و محبت هدیه می‌دادند. و خاکی مثل همیشه با دلخوش و وجدانی آسوده خیابان‌ها را تمیز می‌کرد.